سلام به همگی، امیرحسین نساج هستم. امروز اولین ویدیو از چالش نکات گرامری سخت رو داریم. شاید تعدادی از شمایی که دارید این ویدیو رو میبینید از پیج اینستاگراممون اومدید. خوش اومدین به چنل ما. حتما سابسکرایب انجام بدید که ایشالا از ویدیوهای بعدی ما که کلا حول محور تدریس گرامر واژه قراره بگذره یه مدت کوتاهی و اینکه یه سری از نکات گرامری مهمی که من فکر کردم شاید خیلیاتون درگیرش باشید و ندونید رو قراره که تدریس کنیم. توی این مدتی که با هم دیگه هستیم حتما نکاتی که گفته میشه رو یادداشت برداری کنید، برای خودتون بنویسید. اگر هم دوست داشتید برای دوستاتون بفرستید تا اونا هم استفاده بکنن. ما امیدواریم که این ویدیوهای رایگانی که در دسترستون قرار میگیره بهتون کمک بکنه که مقداری توی یادگیری و توی صحبت کردن و آزمون دادنتون پیشرفت بکنید. خب همونطور که میدونید یا شاید هم ندونید، گرامر امروزمون راجع به پس پرفکت و پس پرفکت کانتینیوسه که گفتیم هر جفت اینا راجع به یک اتفاقی توی گذشته صحبت میکنن، ولی با یه تفاوت که ما توی گذشته یه گرامر داشتیم پس سیمپل که در مورد یه گذشته صحبت میکنه که تو همون گذشته تموم شده. برای مثال I went to a school، من به مدرسه رفتم. کی رفتم؟ I went to a school yesterday، من دیروز به مدرسه رفتم. آیا الان ادامه داره؟ الان که من دارم صحبت میکنم اون رفتن به مدرسه دیروز من تا الان ادامه داشته؟ خیر. پس اتفاقی که در گذشته رخ داده باشه و همون جا هم تموم شده باشه و هیچ بازه‌ای راجبش نداشته باشیم میشه گرامر پس سیمپل، که مثالی که پا تخته نوشیم I went to a school، I went to a school. حالا گرامر پست پرفکت و پست پرفکت کانتینیوس راجع به گذشته صحبت میکنه که قبل از یک گذشته ساده رخ داده. یعنی من قبل از اینکه برم به مدرسه، قبل از اینکه به مدرسه رفته باشم I went to a school، یک اتفاق دیگه ای برای من رخ داده باشه و من بخوام این رو بگم باید از دو گرامر پست پرفکت و پست پرفکت کانتینیوس استفاده کنم. حالا تفاوتش چیه؟ ادامه ویدیو خواهید دید. ابتدا گرامر پست پرفکت. گرامر پست پرفکت راجع به یک گذشته ای صحبت میکنه قبل از گذشته ساده. I went to a school میشه همین ضربدری که من اینجا برای شما زدم. برای مثال من دیروز yesterday من به مدرسه رفتم، این میشه I went to a school. before یعنی قبل دیگه، معنی before میشه قبل. من قبل از این چی کار کردم؟ توی این برای مثال من ساعت 9 رفتم به مدرسه، من ساعت 8 اون روز چی کار کردم؟ اگر من بخوام این رو بگم از گرامر پست پرفکت باید استفاده بکنم. برای مثال I had studied English before I went to a school. I had studied English before I went to a school. پس فکر می‌کنم استراکچر یا ساختارش رو هم حدس بزنید دیگه که میشه subject که میشه همون فاعل ما I, you, we, they به اضافه وربمون که به حالت past participle هستش که میشه همون studied. پس اگر من بخوام اتفاقی رو بگم در گذشته که قبل از یک گذشته اتفاق افتاده از گرامر پست پرفکت استفاده میکنم. من قبل از اینکه برم به مدرسه زبان انگلیسی خوندم. حالا این زبان انگلیسی خوندن که تو ساعت 8 من توی این جمله گفتم چند ساعت درس خوندم، راجع به این که من چند ساعت زمان گذاشتم انگلیسی درس بخونم صحبتی کردم؟ صحبتی نکردم. من صرفا گفتم آقا قبل از اینکه من برم مدرسه درس خوندم. حالا من اگر بخوام بگم چند ساعت درس خوندم قبل از یک گذشته از گرامر پست پرفکت کانتینیوس استفاده میکنم که با این ساختار میگمش subject به اضافه had به اضافه verb به اضافه verb به اضافه ing. چرا verb ing؟
چون داریم راجع به continuous حرف میزنیم. مثل past continuous I was studying، مثل present continuous I am speaking، همه اینا ing داره. حالا من میخوام بگم که مثلا به مدت 2 ساعت من داشتم درس میخوندم، انگلیسی میخوندم قبل از اینکه برم به مدرسه. حالا اگر من بخوام این مدت 2 ساعت رو بگم چی باید بگم؟ for 2 hours for 2 days. شاید الان سوال براتون باشه، مثلا تیچر مگه ما for معنیش نمیشه برای؟ بله معنیش میشه برای، ولی ما اینجا معنیش میشه به مدته، معنیش تغییر میکنه. شما میدونید که ما کلماتمون میتونن چند تا معنی داشته باشن و حالا توی این گرامر و توی این جمله فور ما میشه به مدته. حالا طبق فرمولی که اینجا نوشتم همین جمله رو اگه بخوایم عوض بکنیم میشه I به اضافه had. I had وربمون studied بوده ولی اینجا باید ورب به حالت ing بیاد، پس میشه I had studying before I went to school. جمله که پای تخت نوشته شده اشتباهیه که خیلی از زبان آموزا انجامش میدن، یعنی فکر میکنن که فقط subject و had. اینجا هم subject و had، من این رو فراموش کردم اینجا براتون بذارم. subject به اضافه had به اضافه past participle. شما فکر میکنید که چون continuous subject had که اینجا بوده فقط این past participleش تبدیل میشه به verb ing، ولی کاملا اشتباهه بچه‌ها. شما اگر بنویسید I had studying قطعاً اگر سر جلسه آزمون باشه نمره از شما کسر میشه، اگه موقع مکالمه باشه قطعا معلمتون ایراد ازتون میگیره. چرا؟ چون ما توی گرامر past perfect continuous بین had و verb ing یک مؤلفه ای داریم، یک کلمه ای داریم به اسم been. I had been studying، I had been working، I had been running، I had been walking. خب بچه ها ببخشید ما یه کات داشتیم اینجا، ادامه درسمون بپردازیم. گفتیم که ما باید been داشته باشیم، یعنی من اگر بگم I had studying اشتباهه. I had been studying، I had been working، I had been reading. پس این had been رو حواستون باشه. پس اگر من اینجا بخوام ایرادش رو بخوام بگم I had been studying، I had been studying. از حواستون به این been باشه. I had been studying before I went to school. I went to school کجای این نمودار زمان اتفاق افتاده؟ باریکلا اینجا که ضرب در خورده. اینجا برای مثال ساعت چند گفتیم رفتیم مدرسه؟ Yesterday ساعت 9 رفتیم مدرسه. اوکی. حالا من اگر بخوام بگم ساعت 7 تا ساعت 9 8-9 یعنی میشه چند ساعت؟ میشه 2 ساعت که همین اینجا که البته من ننوشتم روز براتون. اگر من بخوام بگم به مدت 2 ساعت درس خوندم قبل از اینکه به مدرسه برم که میشه این قسمت ما از این ساختار باید استفاده بکنم. اما دوستان حواستون به یه نکته دیگه هم باشه. I had been studying before I went to school درسته، اما شما برای اینکه یک بازه زمانی رو بگید یا بخواید اطلاعات بیشتری رو انتقال بدید از اینکه چند ساعت درس خوندید حتما از این for 2 hours یا for 2 days یا هر چیز دیگه ای، هر بازه زمانی دیگه استفاده کنید. پس اگر من اینجا for 2 hours رو اضافه بکنم جمله من کامل میشه I had been studying for 2 hours before I went to school. تفاوتش با اینجا I had studied English before I went to school. استودیو ما هنوز کامل
به قول گفتنی پایدار نشده، اتفاقات این شکلی میفته، زیاد توجه نکنید. I had studied English before I went to school. تفاوتش میشه اینجا من اصلا راجع به for 2 hours اینکه چقدر طول کشیده صحبتی نکردم، اما اینجا اتفاق قبل از یک گذشته است، اینجا هم اتفاق قبل از یک گذشته است، ولی اینجا من بازه زمانی دارم. اینجا من اون کاری که قبل از یک گذشته انجام دادم طول کشیده. پس اگر طول کشیده بازه زمانی دارم پس perfect continuous. اگر بازه زمانی ندارم یک اتفاق صرفا قبل یک اتفاق دیگه پیش اومده و تمام شده پس perfect. نکته ای که هست اگر کاری که قبل از یک گذشته برای شما انجام میشه اگر تموم شد پس perfect. اگر کاری که قبل از یک گذشته اتفاق افتاده و تا اون گذشته طول کشیده پس perfect continuous. به هر جا طول کشیده، هر جا بازه زمانی داشتیم، هر جا به طول انجامیده، کلمات این شکلی داشتید پس perfect continuous در گذشته قبل از یک گذشته. پس perfect. پس اگر یک اتفاق در گذشته شروع شد و تا قبل از یک گذشته به طول انجامید پس perfect continuous. اگر یک اتفاق در گذشته شروع شد قبل از یک گذشته دیگه و قبل از اینکه اون گذشته ما برسیم بهش، برای مثال اینجا تموم شد و من کلا مثلا 1 ساعت طول کشیده و این فاصله بین قبل از یک اتفاق و اون اتفاق یه فاصله هم این بین داشتیم، باز هم اشکالی نداره، ما پس perfect continuous رو میگیم. و مثلا من از ساعت 6 تا ساعت 8 انگلیسی خوندم، ساعت 9 رفتم به مدرسه، اشکالی نداره، این وسط یه استراحتی کردم، مهم نیستش. پس بچه‌ها حواستون باشه، فکر نکنید پس perfect continuous فقط و فقط برای زمانیه که قبل از یک گذشته تا اون گذشته اتفاق افتاده. این شکلی نیست، میتونه 2 ساعت 1 ساعت قبل از اینکه اون اتفاق بیفته یه کاری انجام شده باشه. من از ساعت 6 تا ساعت 9 درس خواندم، از ساعت 6 تا ساعت 9 درس خواندم. I had been studying English for 3 hours. از ساعت 6 تا ساعت 9. ساعت 10 رفتم به مدرسه. Before I went to school at 10. ساعت 10 رفتم مدرسه، ساعت 9 درس خوندنم تموم شده. اصلا ایرادی نداره و اصلا توجه به این مورد نکنید. این بود از تدریس امروز ما و اینکه امیدوارم تدریسی که انجام شد براتون مفید باشه، استفاده لازم رو برده باشید، با تمرکز گوش کرده باشید. انگلیسی خیلی راحته، خیلی شیرینه، فقط و فقط به شرط این که یه مقداری تأملمون رو بالاتر ببریم، یک مقداری به قول گفتنی با خاطر جمع، با حواس جمع توی کلاس حاضر بشیم. چه کلاس حضوری آموزشگاه میخواد باشه پیش همکارانمون، یا چه میخواد کلاس آنلاین باشه پشت سیستم و گوشیتون، اصلا تفاوتی نداره. سعی کنید با آرامش سر کلاس حاضر باشید، این شکل قطعا نتیجه میگیرید، قطعا یادگیری مفیدتری خواهید داشت و خیلی بهتون کمک میکنه که این مسیر سختی که شاید توی یادگیری داشته باشید براتون راحت تر بشه. این شد از تدریس پس پرفکت و پس پرفکت کانتینیوس. اگر این ویدیو رو دوست داشتید، اگر که فکر میکنید این تدریس خوب بوده براتون، حتما سابسکرایب بکنید تا ویدیو بعدی تدریس های بیشتری رو با هم دیگه خواهیم داشت. این ویدیو رو حتما برای دوستاتون بفرستید، ما رو حمایت بکنید که ما با حمایت شما اینجاییم و تولید محتوا میکنیم و اگر حمایت های شما نباشه ما جز کار بیهوده کار دیگه انجام نمیدیم. با امید دیدار همگیتون، خدا نگهدار.